بابا این چی درست کردی؟ این سینماه. بازیگران نشستن تو ماشین فقط حرف میزنن، هیچ اکتی بدنی، مثلا یک بغلی، ماچی، نوازشی، هیچ حرکت قابل توجهی نداره. آها ببخشید هنوز اینقدر آزاد نشده، فقط در حد لمس، اونم تو حالت عصبانی از رو لباس و بیا این سخته بلند دور هیچ ساوی خلاقانه‌ای نداره، فقط نمای بسته از صورت گوینده، بعد شنونده، بعد گوینده، بعد خسته میشه میاد عقب یه نفس بکشه، بهش میگن نمای توشاک، یعنی 2 نفره، بعد میره دوباره نمای پینگ پونگی میگیره. سر هر سکانس هم 3 تا فیلم بردار آورده بودن، چون از کت و کول افتاد، از پس این دوربین چرخوند این ور اون ور کرد. والا از این یارو تحافی‌ها بود چی بود نمیدونم. بعد شیفتی فیلم گرفتم. از اون بدتر آتش زدن عکس معشوق سابقه، پس دادن هدیه، نگاه طولانی تو آینه. آقا اینا مال اون فیلم کوتاه دبیرستانی در 1920 که یادمون داد نفرت داشتن از عشق قدیمی رو با آتش زدن عکس نشون بده. کارگردان بدنام فکر کرده با تکرار الفبای سینما داره شاهکار میسازه. نه عزیزم، الفبا رو بلدی اما هیچ جمله تازه‌ای ننوشتی. اگه جای کارگردان بودی چه حرکت بصری خاصی جای آتش زدن عکس میذاشتی؟ خیلی دوستم ایدهاتون رو بدونم. مثلا من بودم عکس رو توی دستشویی میچسبوندم، شما چیکار میکردید؟ برام بنویسید.